فریدون یونسوف دانشجوی تاجیک حالا در روسیه زندگی دارد. پیشتر برای سفری چند روزه به یک شهر دیگر مجبور بود از قید جای اقامت خود بیرون شود و بعداً خود را در قید مهمانخانه گذارد که فقط برای چند روز در آنجا میماند. اکثر مهاجران دیگر هم در روسیه هنگام سفری کاری از یک شهر به شهر دیگر به این مشکل روبرو می شدند. در قید اقامت اجاره گذاشتن خود برای مهاجران در روسیه کاری آسان نیست و محروم شدن از قید اصلی می توانست برای آنها مشکلات جدی‌تر ایجاد کند. در صورت رعایت نکردن این ترتیب مهاجران برای چند سال از روسیه اخراج یا دپورتاسیون می شدند. مقررات پیشینه قید اقامت شهروندان خارجی به دانشجویان هم ربط داشت. بنابراین فریدون را تغییرات نو در قانونگذاری خوشحال کرده است. برای ما البته این بهتر است که وقتی به جای سفر میکنیم مثلا به نزد یگان دوستمون در جای دیگر خود را از قید بیرون نکنیم. من فقط برای 3 روز خود را از نو ثبت نام میکنم، تمام. تا این وقت ما باید از قید خانه‌ای که در آن زندگی داریم خود را بیرون میکردیم و دوباره جای دیگر ثبت مینمودیم. نوگانه دیگر هم این است که مهاجران می توانند حتی به حضور صاحب خانه توسط خدمات دولتی یا گاسوسلوگی در جایی که استقامت دارند خود را به قید گذارند. برای این آنها باید تنها با خود وکالتنامه تصدیق شده نتریالی داشته باشند. مؤلفان طرح میگویند ترتیب نو برای حالتهای پیش بینی شده است که صاحب خانه در خارج از کشور است و نمی تواند در روند ثبت نام نفری در خانه‌اش شخصا شرکت کند. تغییرات نو در قانونگذاری برای آسان کردن کار شهروندان خارجی مهاجران و حامیان حقوق را خوشحال کرده است. سویتلانا سلامووا حامی حقوق مهاجران و رهبر سامانه میگرانت نقطه رو میگوید که بالاخره صدای آنها به گوش مقامات روسیه رسید و قانون تغییر یافت. اکنون امکانیت پیدا می شود که شهروندان خارجی توسط خدمات دولتی یا گاسوسلوگ در قید اداره مهاجرت گذاشته شوند. آنها باید سندهای خود را در پایگاه خدمات دولتی وارد کنند و بیایند و سند ضروری را بگیرند. در روسیه بنابر اطلاع مقامداران روس بیش از 1 میلیون مهاجر کاری تاجیک کار و زندگی می کنند. اما مقامات تاجیک شماره مهاجران را اندکی بیش از 480,000 نفر گفتند. درآمد هر چهارمین خانواده بنابر ارزیابی‌های سازمان‌های بین‌المللی در تاجیکستان از حساب مهاجرت است.